شما که به آژانس نگفتی که زود برمیگردی چون کار داریم. اگر احیانا میخواید از اونجا که داریم میریم زنگ بزنید به که در اختیار ما هستید، چون امکان داره این کاری که ما داریم تا غروب طول بکشه، یه درگیری امکان داره پیش بیاد، شما به هر حال باید دخیل باشید. ماجرای عجیب غریب و پیچیده‌ایه. حالا خدمت عالی عرض شدم که بنده خدایی به نام محسن مخملباف رفته، خودشو به نام محسن مخملباف جهاز مخملباف میشناسید شما؟ بازاریه؟ نه بازاری نیست بابا. دست چپ باید داره؟ دست چپ آره. مخملباف بازاری نیست، مخملباف فیلمساز کارگردانه. نمیشناسید شما؟ همین که آخرین فیلمش بایسیکل آخرین فیلمش وقت سینما رفتن نداریم. همچین برادرگری کارگردانه، واسه چهرهش زیاد مردم نمیشناسن، به خاطر همین آدمی به همین نام رفته توی خونه ایرخنه کرده خودشو مخملباف معرفی کرده. بعدم نسبت به اون خونه مثلا یه طراحیایی داره، یه کارهایی داره تو اون خونه میکنه. آدمایی رو که خونه هستن به عنوان کارگردان، به عنوان هنرپیشه انتخاب کرده. خونه رو به نام لوکیشن که حتما میدونید چیه، جای مکان فیلم برداری. مکان فیلم برداری است که کارگردان درش کار میکنه. اونجا رو به عنوان لوکیشن انتخاب کرده. معلوم نیست که نظرش چیه، سوء قصد داره، سوء نظر داره، چیزی ماجرای پیچیده‌ایه. منم بلند شدم رفتم دنبال این قضیه که ببینم اول دنبال خبرش برم، خبرش پیدا کنم برای صفحات خبری خودم رو رفتم دستگیرش کنم. شما خبرنگاری؟ آره من خبرنگار مجله سروش هستم. جب ماجرا رسید. آقایی که شما باشید این خبر به ما رسیده و خبر جالبی هم هست برای صفحات خبری من. من خبرم دنبالش از اون خبرهایی است که گیر هر خبرنگاری نمیاد تو سالیان کارش. مثلا ما خبرنگارا امکان داره در طی سال‌هایی که کار می‌کنیم 2 تا 3 تا خبر جالب دست می‌گیریم. از خبر قیمتیه این. از اون خبرهای داغ و تازه است که تیراژو میبره بالا. تیراژ می‌دونید چی؟ تیراژ تعداد مجله. خلاصه من به این خبرها میگم خبرهای اوریانی، یعنی خبرهای اوریانا فالچی. اوریانا فالچی می‌شناسید راستی؟ اوریانا فالچی نمی‌شناسید؟ پیتر بوگانویچ، جوان دیسو نمی‌شناسید؟ جز همکارای خوب من هستم. جز مسافرین ما نبودن. جاله. از جز مسافرین خود جز همکارای خوب ما بودن و خبراشون در سطح خبرها و مطالب حرفه‌ایشون در سطح دنیا معروفه. به خصوص اوریانا فالاچی که همیشه دنبال خبرهای داغ و تازه میرفت. به عنوان سوژه‌های بکر میرفت که چشم هیچ کس اون سوژه‌ها رو نمیدید ولی سوژه‌ها وجود داشت. به خاطر همین یه شهرت بین‌المللی داره اوریانا فالاچی توی دنیا. همچنین جانم برات بگی این خبرم از اون خبرهای اوریانیه. ما بهش میگیم اوریانی، یعنی اوریانا فالاچی. حالا دارم میرم دنبالش، هم خبر بگیرم هم ببینم اگه واقعا این قصدی داره یا سوء نیتی داره یا واقعا میخواد اون خانواده رو تهدید به دزدی چیزی میخواد بکنه یا سرقتی میخواد انجام بده، اینو واقعا دستگیرش کنم. بخاطر همین شما تا آخر شب سر قضیه ما گیر هستی دیگه. اشکال نداره. برای شما هیچ اشکال نداره. از اینجا که رسیدیم یه زنگ به آژانس بزنید که ما اینا تو دردسر هم افتادی با هم باشیم. نه اصلا دائما من اونجا کار نمی‌کنم چون شغل اصلیم نیست. من افسر بازنشسته نیرو هوایی ام. فعلا که نیرو زمینی داریم کار می‌کنیم. والله اینا خودش یه سوژه است واسه ما. کسی که رو هوا باید کار کنه، رو زمین کار کنه. حتما اونم که رو زمین کار کنه، رو هوا کار کنه. عجیبه. دست چپ میشه. دست چپ. میخوام به لویزان دیگه. آره میخوام به لویزان، بعدم میام میخوره خیابون حسین آباد. لویزان هم جای با صفایی ها. ما واسه خبر اومدیم طرف باشیم. من از زمانی که اون جریان سربازای لویزان بود تو قبل از انقلاب پادگان لویزان اتفاق افتاد. از اون موقع تا آره از اون موقع تا به حال این نواحی لویزان ندیده بودم. ببخشید دسترس لویزان باید بری خیابون جوانشیر، بعد بریم اونجا بپرسم. بریم جلوتر تا من از یکی بپرسم چون خیابون گلزار و آره صبر کنم از این بچه بپرسم ببینم شیشه رو بدم پای بپرسم. بچه بیا جلو بیا وقت بسر. خیابان جوانشیر کجاست؟ نمیشناسی اینجا رو؟ نمیدونی. بریم جلوتر بپرسیم. جلوتر. من نگه دار من از این آقا بپرسم. ببخشید آقا. خیابان گلزار کجاست؟ بنده بلد نیستم. نمیدونی کجاست؟ خیلی من می‌خری. قربان نه ما دنبال ما دنبال با قلم و صفت میگردیم. قربان شما سرنخ این قضیه از کجا به دست آوردید؟ دوستی دارم به اسم مؤید محسنی آهنیساز. اون به من زنگ زد گفت همچین اتفاقی داره یه جا توی خونه این دوستمون میفته. من نمیدونستم و خیلی برام جالب. چه جای عجیبی هم اومده. خانم ببخشید خیابان گلزار کجاست؟ مستقیم میرین قبش اون سوپره دست چپ. خب
نقشه سوپر دست. خب مرسی متشکرم، خیلی ممنون. بریم جلو. یک بار خلاصه شانس در خونه خبرنگار زده برای اولین و آخرین بارم شده باشه. حتی شما که چون تو حقیقت چیزی هست، این آتیشی که الان تو وجود من هست حس نمی‌کنید که من الان چقدر دوست دارم این خبر چیز میشه، بره روی صفحات صفحه بندی بشه و بیاد چه جنجالی تو سینما به پا میشه، چه آشوبی توی تلویزیون و سینما و مطبوعات به پا میشه. شانس ببینیم کجا خیابان گلدار، خیابان یکم، خیابان یکم، اینا اینه. برو اینجا، از اینجا برو بالا، درسته؟ خودش خیابان یکم، درسته؟ بله خیابان یکم اینه. خیابان یکم همینه، نوشته بنبست. عجیبه، تازه ترین خبر و قشنگ ترین خبر و بهترین خبر من توی بنبست اتفاق میفته. شانس دیگه، شانس ما اومده توی بنبست. 12 14 16 برو 16 اینه. عجیبه، چه جای عجیب غریبی هست. میدون بنبست. مرسی، خیلی ممنون. باشه من بیام. سلام خانم، من فرازمند هستم. سرکار، شما پیاده نشید چون از پنجره امکان داره ببیننتون. همینجا باشین، هر وقت که گفتم وارد عمل شین. آقا شاکی بگین که شکایت شو با دفترچه بسیج شو برداره بیاره اینجا تا ما شناساییش کنیم. شکایت با دفترچه بسیج؟ بله. چشم. خیلی ممنون. سرکار برنامه چیه؟ این ژاندارمری ماشین نداره؟ بله داره ماشین. بله خدا کلی پول ماشین امروز باید بده. بله. سیگار میکشی؟ نه خیلی ممنون. خیلی ممنون. شما بچه کجا؟ بچه اطراف اصفهانی ما. اصفهان. عجیبه، من بچه تهرانم، خدمتم اصفهان بود. شما اصفهانی خدمت اینجاست. حالا مسئله نیست که قسمت دیگه هم که خوب بود. شما بچه اصفهانی؟ نه خیر، خروجه؟ بله. چرا؟ بله. البته ما بچه خود اصفهان نیستیم، بچه اطراف اینا بینام دهستان جنده هستیم. نه این کدوم طرف؟ من طرف یزد اینجاست. بله. دهستان جنده. چند ماه دیگه از خدمت مونده؟ والا ما الان تو 12 ماه هستیم. یعنی چند ماه دیگه باید خدمت کنیم؟ ما 24 ماه دیگه ماشون متعهل نیستیم که. متعهل بودیم 18 ماه بود. 20 روز دیگه تقریبا منطقه کجا؟ منطقه طرف کردستان است. بانه اونجا دیگه نه؟ بله دیگه. خیلی خوب. انشالله که تموم میشه و میری زنت هم میگیری. امید خدا. تندرستی باشه، خدمت 24 ماه چیزی نیست میگذره. شما ازدواج نکردین؟ بله ازدواج کردم. بچه‌م داری؟ یه دونه من. خدا زنده بذارتش. آقای ابوالفضل آهنخواه؟ بله. شما مسئله هستن؟ تمام.
صبر من کیفم جا حسین جون اگه اونطوری که واقعیت بوده راستشو به من بگی من میتونم خیلی کمکت بکنم. زن شما شاید دزدی باشه یا کلاهبرداری. یه دونه زفت بکنم فقط با اینا آشنایی می‌بینم نیستن. یه دونه زفت برام جور کن هر جا میشه جور اصلا الان زفت لازم زفت نباشه یعنی هیچ. آقا جان از شما برو پاسگاه من خودم میام پاسگاه. پولش چی میشه؟ چقدر میشه پولش؟ 350 تومان. 350 تومان. 300. آیا خان ها این مقدار 200 تومان پول من بده. اینم که ببخشید آقا من معذرت می‌خوام. خدمت شما من در پاسگاه می‌بینم. من نمیدونم یه زفت از زیر سنگم شده بعد من امروز پیدا کنم. ما با اینا آشنا نیستیم آخه. یه زفت ساکن ببخشید اشتباه شد. اونا نیستن. ببخشید خانم من فرازمند هستم خبرنگار مجله سروش دوست همسایتون آقای آهنخواه به یه ضبط دستی احتیاج دارم یه ضبط دستی ندارید خیلی ممنون از لطف ببخشید من فرازمند هستم خبرنگار مجله سروش دوست آقای آهنخواه من همسایتون هستم همسایت سمت راستیتون به یه ضبط صوت دستی احتیاج دارم ندارید؟ از کردم نداریم آقای فرازمند بله ضبط تا بعد از اون خود میارم من با رئیس پاسگاه کار داشتم. حسن جان سلام بشاره. دستش صداش جان سربان. با شما کار دارم. سلام علیکم. شما خوبه؟ خسته نباشید. باشم خدمتتون که یه گزارشی من خوندم تو مجله سروش که مثل اینکه وسیله مامورین پاسگاه شما یه فرد اسم حسین سبزیان بله ما ایشون دستگیر کردیم. تو ما تو مجله خودمون هم داریم بچه‌ها دارن میخونن. میخوام بگم بچه‌ها مجله رو بیار. آقای براتی اون مجله رو لطفاً بیارید. خواهش میکنم. من مجله رو شاید که خوندم. بله. یک اطلاعات بیشتری راجع به اون که توی مجله نوشته شده می‌خواستم. اون چیزی که شما می‌خواید شاید الان در ذهن من نباشه چون مال حدود 15 16 روز قبله. با توجه به کثرت کار و شلوغی این مسائلی که در اینجا داریم. به هر یه اطلاعاتی من می‌خواستم حداقل اینکه آدرس اون اجازه بدید من منزل کسی که ایشون رفته آدرس اون منزل اگر ممکنه اجازه بدید من لاشه پرونده رو بگم بیا. سرکار براتی برو اون لاشه پرونده رو برده بیار.
مربوط به در 15 روز پیش بوده. مربوط در 15 روز مجله تازه چاپ کرده بوده. بعد از اون قضیه بلافاصله چاپ کرد. یک هفته بعد چاپ کرد. به هر حال چند روز اینجا بازداشت بوده بله؟ 3-4 روز اینجا بازداشت بوده. خب چجور آدمی بود؟ نسبتاً آدمی که خودشو مذهبی میدونست یا چه حالتی باشه. خیلی متشکرم. فکر می‌کنم همین شخص در دستگیر سرکار برات تو بودی شکایت بله ایشون دستگیرش کرد. شما بودین؟ بله. بعد مقاومت نکرد موقع دستگیری؟ نه دیگه. چجور بود؟ چجور تسلیم بود دیگه موقع ما رو دید مثلثیم تسلیم شد بله؟ تسلیم شد. تسلیم شد. بله. خب چجور آدمی بود؟ آدم اصلا این کاری که اون انجام می‌خواست بده اصلا به قیافه اون شخص نمی‌خورد. قیافه چجوری بود که نمی‌خورد؟ قیافه آدم یک کاری هم که ما در زندگی بکنه یک کاری هم کلا بعد چیزام بکنه برای قیافه باید داشته باشه. قیافه نداشت. اصلا. قیافه بود. بله. در خدمتتون هستم بفرمایید. اگر ممکنه آدرس این رو آدرس منزل آهنخواه. شما شاید در جریان ماجرا باشید. منزل آقای آهنخواه، لویزان، خیابان گلزار. بذارید که یادداشت بکنم آقای کریمی لطفاً برسید. لویزان، خیابان گلزار، خیابان یکم، پلاک 16 منزل آقای آهنخواه. آقای کیارستمی تا اینجای قضیه هر کس در ماجرای ما وارد شده خواسته به نحوی مسئله رو به نفع خودش تموم بکنه. مثلا آقای فرازمان با عنوان کردن مطلب در مجله سروش طوری وانمود کرده که اگه ایشون نبودن قضیه کشف نمیشد، در حالی که این نیستش. من از روز اول با قضیه و اوضاع مسلط بودم، واقعیت میدونستم و من بودم که اینو تا اینجا هدایتش کردم به خاطر اینکه بچه هم تجربه پیدا بکنن. و حالا با مطلبی که شما عنوان میکنید نمیدونم شما میخواید چیکار بکنید و قصدتون چیه؟ گزارش طوری نوشته شده که اصلا واقعیت ها رو نگفته. واقعیت که نگفته به نظر شما چیه؟ این خواسته ما رو خیلی ساده نشون بده در صورتی که اینجوری نیستش. چطوره ببخشید؟ من به سینما علاقه‌مندم ولی علاقم به حدی نیستش که دست به کاری بزنم که این گزارش القا میکنه. من از اینکه مادرم با آقای مخملباف آشنا شده خیلی خوشحال بودم. این یه واقعیتی و از این آشنایی فکر میکردم که به عنوان یه امکان میشه استفاده کرد. من فارغ التحصیل رشته عمرانم ولی جذب کار تخصصی خودم نشدم تا حالا و فکر میکردم که برادرم که مهندس مکانیکه و داره نون فروشی میکنه و من بین نون فروشی و کار هنری رو ترجیح میدم. علت عمدهش فکر میکنم این بودش. میرداد چرا اساس مخیانه منه من چه نوشرده نان مازندران چه بدون کارخانه ده اورانی داره لیز خود آخه مامان چرا اساس مغنان ببخشید اگر میشه فارسی بگین که ما بفهمیم. ما که خودمون رو نمیخوایم گول بزنیم. منوچهر درس نخوند که بره نون بفروشه. حالا شما چقدر وقتی که فارغ التحصیل شدی خودت؟ 6 ماهه. خب فرصت پیدا میکنی که کارتو پیدا کنی. 6 ماه چیزی نیست که هنوز. امیر و حسین و هوشنگ 1 سال فارغ التحصیل شدن. کدومشون جذب کار شده؟ امیر هم که 6 ماه کار کرده اومد بیرون. کارخونه‌ای که مواد اولیه نداره چجوری میتونه آدم کار کنه توش؟ حالا به هر حال من اومدم که راجع به آقای سبزیان صحبت کنم. یه اطلاعاتی که میشه راجع به اون به من بدید. الان کجا سبزیان؟ زندان. کدوم زندان؟ من بخوام ببینم. زندان قصر. سلام علیکم. آقای سبزیان شما چی شد؟ شروع کنم شروع بکنم برداری بفرمون ملاقات داریم با آقای سلام من نمیستم من یه مطلبی خوندم توی روزنامه فکر کردم که بیام دیدن سلام سلام کدوم روزنامه؟ توی مجله بعد دیدم که تو علاقمند سینمایی منم سینماگرم گفتم که بیام احوال تو بپرسم برای با نسبتی با هم داریم شما کیارستمی شما کیارستمی بله تعجب میکنم
خب من میتونم برات کاری بکنم؟ شما درد موردتون به بیان تصویری بکشید. خب حالا اون رو قول نمیدم، اما گفتم که با خودت صحبت کنم میرم که چی نوشته؟ چی نوشته؟ کلاهبرداره؟ کلاهبردار نوشته؟ که نمیدونم دقیقا اعتراف کرده بودیم چی بود کنیم؟ بله اعتراف کرده بودیم کلاهبردار اعتراف نیست زینه کشی بیچ نیستی؟ پس چطور قبول نشتی اعتراف کردی؟ ظاهر کارم شبیه بود. ظاهر کار دقیقا شبیه بود. باطنش چی میدونم؟ باطنش من علاقه دارم به کار هنر سینما. خیلی خوب. پس میدونی چند روز زندانی؟ دقیقا 21 روز دارم. 21 روز. میدونی که دادگاهت کیه؟ اطلاع ندارم. من دادگاه پسند نیست. کار من دادگاه پسند نیست. خانمشون میدونه. کار من دادگاه پسند نیست. به هر حال من اگر بتونم دادگاه توشن بریزم جلو. حالا خیلی تو میخوای بریم من باید کار ندارم. مثلا من کار ندارم باشم بینیم پیامم با آقای مخمرباخ بگیم اگر امکان چی بگیم؟ بگیم که ما با بایسیکلانی زندگی میکنیم. بله اونجا بهتری سیاشی بکنم تقاضا کرده بودن بریم که آقای خلیلی نفری به عنوان قربان شما بعد مراجعه کنید مشکلی مسئله داشتید بعد یا آقای سعد مشکلی داخل ندارید ببخشید آقای کمیدی روز سه‌شنبه اومده بودیم برای پرونده آقای سبزیان. خاطرم نیست. پرونده آقای سبزیان که جای مخملباف خودشو زده بود. ولی ما پرونده زیاد داریم و پرونده متعددی هست اینجا. اسم ما خاطرمون نمیمونه. شما توضیح واضح تری بفرمایید. سه‌شنبه اومدم گفتیم که من صحبت میکنم با حاج آقا و اینو بعد بهتون جواب میدم. فیلم برداری فردا بیان. خاطرم بله که این پرونده دادم خدمت حاج آقا. الان تشریف میبرن تا روز یک شب بیان رسیدگی بکنیم چی شده. بله بفرمایید. به سلامت. حاج آقا ببخشید پرونده خدمت شما دادن. پرونده آقای سبزیان که بنا بود فیلم برداری. بله بله. خب ما می‌خواستیم که اجازه بگیریم ازتون فیلم برداری بکنیم. قرار بود تصریح هم بفهمید در مورد دادگاهش، برای اینکه 29 دی بوده. ما دفعه پیش خواهش کردیم اوایل هفته خواهش کردیم بشه این روی که مقداری تصریح بکنیم. وقتش 25 9 بود مثل اینکه. بله. همون 25 9 رسیدگی می‌کنیم دیگه. چه اصراری داریم برای اینکه جلو بیفت. و اینو چون قرار فیلم برداری داشتیم در پیشم ما خواهش کردیم اگر ممکنه ترتیبی بدین که کمی جلو بیفته، بعدم شما خودتون موافقت بکنین که اجازه بدین که ما توی دادگاه فیلم برداری بکنیم اگر ممکنه. از اون این پرونده رو من دیدم. همچین پرونده ارزشداری که بخواین ازش فیلم بگیریم من نمیدونم شما چه. شما مطالعه کردید پرونده؟ بله من مطالعه کردم. قطعی هم نیست حاج آقا. ما داریم در واقع تحقیق میکنیم ببینیم که چه مربوط به کار سینما میشه. بله. بیکمی برامون جذاب بوده. شما پرونده‌های جذاب‌تری هم دارید؟ بله پرونده‌هایی که اتهام سنگین باشه. این اتهامش یه فقر کلاهبرداریه، یه فقر شروع به کلاهبرداری. بله. که کلاهبرداریش هم ظاهراً 1900 تومانیه که ایشون از اون آقای آهنخواه گرفته برای کرایه ماشین. من برای چی؟ شروع به کلاهبرداریش هم که می‌خواست خودشو به جای آقای مخملباف. خواهش ما اینه که حالا شما موافقت میکنین با این قضیه؟ اگر
از نظر مقامات بالا به کجا باید مراجعه کنیم ما؟ به دادگستری اگه رئیس کل اجازه بده مانعی نباشه، از طرف ما مانعی نیست. شما مشکل ندارید. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. موافقت بفرمایید. خواهش. برداشت 1 پلان 1 دادگستری 18/8/68. سبز جان باشید، منو میشناسید؟ بله. کجا دیدین قبلا؟ قصر اومدی شما؟ ما قرار که فیلم برداری کنیم ازت. خواستیم ببینیم که راضی هستی فیلم بگیریم از این دادگاه یا نه؟ بله. راضی هستی؟ بله، چون مخاطبم. بله؟ چون مخاطبم. کی مخاطبه؟ شما. به چه دلیل من مخاطبت؟ داره علاقه‌ای که دارم. به چی علاقه داری؟ به کار هنری. به کار هنری. به کار هنری. به فیلم. خب ما 2 تا دوربین داریم اینجا. این دوربین هست لنز کلوزآپ. میدونی که کلوزآپ چیه؟ بله. یک دوربین هم هست، اون دوربینی که سمت نه نمیدونم نامش دقیقاً نه، دوربین لنز بسته است. بله. اون که دوربین هست با لنز باز. بله. اون دوربین مربوط به دادگاهه. بله. این دوربین مربوط به ماست. بله. به کار دادگاه دخالت نداره. بله. من یادم روزی که قصد دیدمت به من گفتی که من به هر حال متهم هستم و مجرم. اعتراف هم دارم. بله. اما این ظاهر قضیه است. مسائلی هست که به سادگی قابل طرح نیست و برای هر کسی هم قابل درک نیست. بله. حالا این دوربین ما گذاشتیم برای اینکه اگه موردی داری که به توضیح خاصی احتیاج داره و ظاهرا موردی است که برای همه قابل باور نیست، قابل قبول نیست، برای این دوربین طرح بکنید. الان شما مواردی رو که حاج آقا طرح میکنن اگر مورد خاصی بود که نیاز به توضیح خاصی داشت و یا فکر کردی که دلایل تو قانع کننده یا محکمه پسند نیست، برای این دوربین طرح کن. چشم. بفرمایید. شروع کنیم با کارمون؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. متهم آقای حسین سبزیان. بله. شکار آقایان اسمشون هر 3 نفر شاکی هستن. خیلی. ما قبل از آنی که جلسه دادگاه را شروع بکنیم، یعنی قبل از رسیدگی به پرونده، طرفین را دعوت به سازش میکنیم. حالا ما از شکات میخوایم اگر چنانچه مایلن رضایت خود را قبل از شروع به رسیدگی پرونده اعلام بکنن و الا که شروع به رسیدگی بکنیم. من از شکایتم و خودم خانوادم صرف نظر نمی کنیم و از آقای مهرداد خواهش میکنم ایشون به وکالت از طرف خانواده ما شکایت رو در مسجد دادگاه عنوان کنن. خیلی ممنون. منشی دادگاه جلسه را شروع میکنیم. بفرمایید. دادگاه خطاب آقای مهردادی آهنگخواه شروع شکایت خود رو بیان کنید. من از آقای حسین سبزیان به خاطر سوء استفاده از اسم آقای مخملباف و استفاده از این محمل برای نزدیک کردن خودش به خانواده ما و در خوشبینانه ترین حالت قصد کلاهبرداری داشته ایشون و در مقیاس وسیع‌تر حتی میتونسته سرقت هم باشه. ولی به علت هوشیاری پدرم ایشون موفق نشد به انجام قصدش و دستگیر شد.
ببخشید این کتابو از کجا خریدین؟ ببخشید اما این کتابو از کجا خریدین؟ کتاب فروشی هست. کدوم کتاب فروشی؟ میخواستم یکی بخرم. باشه قابل نمیشه. خیلی ممنون. میخوام با پول بگیرم. باشه شما برای خودتون نه خودم نوشتم این رو، این میتونم بده بشه. شما خودتون نوشتین رو؟ شما خودتون نوشتین؟ شما آقای مخمل بافین؟ بله. خیلی خوشبختم. خواهش. خیلی لطف کردین. میشه. حالا یه امضا میکنم باشه. خیلی ممنون. آقای محمد باب چطور شما با وسیله شخصی این ور اونور نمیدین، با وسیله عمومی میدین؟ چطور میگه؟ چطور؟ معمولا کارگردان‌های موفق با ماشین شخصی جابجا میشه. با مینیبوس اینا نمیره این ور اونور. من بیشتر به خاطر پیدا کردن سوژه هست. یا سوار مینیبوس میشم، سوار اتوبوس میشم. به خاطر صرفا مثلا سوژه پیدا. شما فیلمو دیدین؟ بله من فیلمو با بچه‌ها رفتم. خیلی خوب بود. یک بار دیدین؟ بله یه بار. این فیلم یه جوریه که دست کم با 2 و 3 بار ببینید مفهوم بشه مثلا. من تو وقت ندارم ولی بچه‌ها میرن. تمام. کی علاقه داره بچه‌ها؟ 2 تا پسرم علاقه دارن. هر دو مهندسن. کدومشون علاقه دارن؟ هر دو علاقه دارن، بیشتر کوچیک علاقه داره. فیلمو دیده ایشون هم؟ بله با هم رفتیم. بله نظرشون چی بود؟ خوب بود؟ بله میپسند. همه فیلم‌ها در این زمینه مشکلی که نداره؟ نه در این زمینه مشکلی نداره. چیکار میکنه پسرتون بود؟ پسرام هر دو مهندسن، بزرگ مهندس مکانیکه، کوچکم مهندس راه ساختمانه. یکیش مهندس مکانیکه که جذب کار نشده رفته تو شمال تو کارخانه نان مازندران کنه و یکی هم کوچیکه دستش تمام شده هنوز کار نداره ولی یه کارهای جزئی کامپیوتری اینا انجام میده، ولی راه ساختمانه. دخترم هم تازه دیپلم گرفته و کنکور داده نتیجه نگرفته. نشستن و این سال دیپلم گرفتن با پسرام میرن. ببخشید پسرتون چه چیزایی علاقه داره مجموعاً؟ والا پسرام خیلی کارهای هنری، نویسندگی، خیلی ادبیات اینا پسرم. فیلمنامه برای خودش بله چیزایی می‌نویسه. علاقه داره به کار سینمایی؟ علاقه به سینما دارن دیگه. من طراحی و اینها. طراحی چه مخصوص رشته خودشه و با کامپیوتر اینا خیلی. اون علاقه هنری رو داره ایشون، یعنی علاقه‌ای که به کار هنری داشته باشه داره مجبور. بله خیلی. پسرم هم خیلی خوشحال میشم وقتی ببینم من با شما آشنا شدم. بله. میتونم تماس بگیرم با من اگه خواستم. شما آدرستون کجاست که پشت کتاب هست؟ شما تلفن هم داره؟ بله. این آدرسش شما تلفن. بله. خیلی ممنون. من میگم پسرم شما تلفن داشته باشین و میتونم تماس بگیرم از اون طریق اگه مشکلی داشته اگر بفرمایید. خودخواهنده. باش. بفرمایید. خیلی ممنون. چی فامیلیتون چیه؟ فامیلی ننوشتی؟ آهن خواه. آقا نگهدارید لطفا این بغل پیاده میشم. خیلی ممنون. آقا میخواین پیاده شیم؟ بله با اجازه شما. ببخشید. خب انشالله بازم ببینیم. انشالله. خداحافظ شما. خداحافظ. خواهش. غرض شما از این کلاهبرداری چی بود؟ اینا قشنگ دادگاه متوجه نشد.
ایشون چه کلاهی از شما برداشتن؟ ایشون با اسم مخمل باف که فیلمساز هستی آقای مخمل باف، با اسم ایشون خودشون نزدیک کرد به خانواده ما و تمام قسمت‌های خونه رو بازرسی کردش به اسم فیلمساز و خب برای وقتی که بخوان سرقت بکنن خب بهترین کاری که خیلی سریع بتونن کارشون عملی. خیلی آقای حسین سبزیان، آقا جون شما متهمی به یک فقره کلاهبرداری و یک فقره شروع کلاهبرداری. شاهدات هم در دادگاه حاضرن و از شکایتشون هم صرف نظر نمی کنن. شما در حد این 2 سال از خودت دفاع قبول داری قبول نداری؟ در صورتی که قبول داری شرحشه برای اون چجور میخواستی شما کلاهبرداری بکنی؟ والا مثلا سرقت رو اکید نه اونا مطرح نیست، هیچ راجع به سرقت فقط راجع به کلاهبرداری و شروع کلاهبرداری. مثلا اینکه در رابطه با شروع کلاهبرداری که ذکر شده این انگیزه نبوده، یعنی از نظر سطح اجتماعیش شاید باشه اما از نظر سطح روانیش نه. اون علاقه زیاد داشتم به کار هنری، از بچگی خیلی فیلم دیدم زیاد. بعد از این مدتی بازی میکردیم با بچه ها، نقش کارگردان آرتیست بازی هایی که بیشتر به کار هنری بخوره اینها. چون مسئله مادی نداشتم، سرمایه پشت اون مادی نداشتم، این بود که این به صورت یه عقده واسه من در اومد، شاید یه عقده بگم. و در رابطه با مسئله کلاهبرداری آخه من میخوام ببینم که آخه یه مقدماتی باید داشته باشه. اگه جنبه کلاهبرداری باشه یه ماشین، یه کیف سامسون، یه چیزی باشه، تیپی باشه، اما این نبوده. این رو من این قصد رو نداشتم. انگیزه شما از این که خودتون رو به جای آقای محسن مخمل باف معرفی کردید، من ایشون رو انگیزه‌تون چی بود؟ بله ایشون رو بهشون احترام میذارم به خاطر اینکه فیلم هایی رو که ارائه داده تو جامعه به بیان تصویری کشیده و درد یا حرفای دل من رو زد، حرفای دل من رو زد، مخصوصا در فیلم عروسی خوبانش و آقای کیارستمی مخصوصا در فیلم مسافرش که دقیقا میشه میگفت من یکی از اشکال اون مسافر هستم. علاقه خاصی که داشتم به اون که اون بچه به خاطر علاقه‌ای که به فوتبال داشت این میاد با دوربین قلابی بدون اینکه فیلم داشته باشه عکس میگیره، پولی جمع میکنه میره اونجا و به فوتبال برسه که خواب میمونه و جا میمونه مثل من و من هم جا موندم. از نظر دادگاه محکومم، اما نظر کار هنری خیلی علاقه دارم. امیدوارم اگر بیان. نه شما جواب دادگاه رو نداده به بله. سوال ما این بود انگیزه شما از اینکه خود به جای آقای محسن مخمل باف به خانواده آهنخواه معرفی کرده انگیزه چی بود از اینجا؟ این خود کلاهبرداری دیگه، کلاهبرداری نباشیم. بله دوست داشتم جای ایشون باشم، مثل ایشون باشم، نشد. عرض می‌شود که شکات در شکایتیشون مطرح کردن که ایشون 1900 تومان از ما اخاذی کرد. این جریانی 1900 تومان چی بوده؟ روزی که ایشون اومدن خونه ما موقع رفتن دم در موتور من پارک شده بود. ایشون نگاش به موتور من افتاد و برگشت گفتش که شما موتور سواری بلدی؟ گفتم آره موتور مال منه. گفت که منو تا یه جایی برسون. منم خب موافقت کردم و راه افتادیم. موتور رو آوردم بیرون. ایشون به شوخی برگشتم به پدرم گفتن که اگه یانم بلایی سر من بیاد رو موتور تصادف بکنم 30-40 نفر از طرفدارای من که همیشه با هم اکیپ فیلم برداریم میریزن خونه‌تون و پدرتون رو در میارن و همه هم خندیدن. ما سوار شدیم و همینطور که میرفتیم تو راه ایشون صحبت میکرد به عنوان مخمل باف، راجع به فیلم‌های صحبت میکرد، میگفت سوالی اگه داری بپرس. من سوالای مختلفی کردم ازشون و خب با تیزبینی به قول معروف جواب میدادن، یعنی جایی که میموندن تو جواب دادن به صورت مبهم یه چیزی میگفتن. خب من حمله بر این میکردم که ایشون خب به عنوان یه فیلمساز بعضی جاها دوست نداره راجع به کارش صحبت بکنه. بعد همینطور که میرفتیم ایشون برگشت به من گفتش که یه سوژه جالب پیدا کردم.
در مورد 2 نفر که سوار موتورن، یکیشون کیفش گم میشه و هیچ پولی هم تو جیبش نداره. من گفتم چی شده؟ گفت که آره کیفم افتادش. بعد رسیدیم به مقصد، گفتش من اینجا پیاده میشم و منتها من الان پول ندارم. خب من فکر میکردم کسی که پول تو جیبش نداشته باشه و بخواد فقط به خونش برسه 100 تومن 50 تومن لازم داره دیگه. ولی ایشون گفتش که من یه چیزی میخواستم بخرم الان به قیمت 1500 تومن. من شروع کردم شمردن پول و 1500 تومن رو جدا کردم که بدم به ایشون. ایشون برگشت گفتش که 2000 تومن هم باشه ابی نداره. من شمردم دیدم که 1950 تومن جمعا پول دارم و خب خودم بالاخره حداقل به 50 تومن احتیاج داشتم دیگه. 50 تومنشو برداشتم و بقیه رو دادم به ایشون. ایشون هم گذاشت تو جیبشو. بعد گفت که سوژه جالبی که این میون من به ذهنم رسید این بودش که 2 نفر با یه موتور نیم ساعت تو راه بودن. به خاطر گم شدن پول یکیشون، اون یکی حاضر شد که پولشو بده به اون کسی که پولشو گم کرده و این دوتا دوست صمیمی شدن. خب منم خیلی خوشحال شدم از این قضیه که یه فیلمساز اینقدر خاکی باشه به قول معروف که راحت بتونه پول قرض بگیره از کسی. اینم که 1900 تومن از ایشون گرفتی؟ بله. اینا هم قبول. به چون برای چی گرفتی؟ پول نداشتی یا اینکه خواستی ببینی ایشون چجور آدمیه؟ نه پول نداشتم. آها. آقای سبزیان، نداشتن پول به نظر دلیل موجهیه؟ نه. پس با اجازه حاج آقا اگه ممکنه در این مورد توضیح بده و مورد انگیزه مخمل باف بودن هم توضیح کافی به نظر من ندادی. اگه دلت میخواد توضیح بده. توضیح اینه که مخمل باف بودن برای من خیلی مشکل بود. یعنی چی مشکل بود؟ من خود انتخاب نکرده بودی؟ مشکل بود برای اینکه بخوام در نقش ایشون درام اینجا بازی بکنم و اونها قبول کنن که من همون شخصیتم. چی هستی؟ و همون شخصیت مخمل باف هستم. برام مشکل بود که بتونم نقش کارگردان رو اینجا برای اونها بازی کنم و با در نظر گرفتن این نکته که اعتماد به نفس به من میداد، مورد احترام قرار میگرفتم، مورد تفقد قرار میگرفتم، به من احترام میگذاشتم. از طرف کیا؟ هر چی که میخواستم از طرف خانواده، هر چی که میخواستم به میدادم. به اصطلاح مثلا بهشون میگفتم که این قسمت این کمد رو قدر سنگین بذارید اونجا، قبول میکردن. میگفتم ما میذاریم. گفتم که درخت رو ببرید، مثلا من گفتم میبرید. من تا حالا خیلی ها حتی جابجا کردن یه شی رو به کسی میگفتم انجام بده، مردد بود انجام نمیداد، چون من در اون طبقه که بودم حرفمو نمیخرید. اما اینجا دیدم تا در نقش ایشون در اومدم، همه اینها من غیاب به اصطلاح تسلیم صحبت من شده بودم و باورم میکردن اینها. و موقعی که من از اونجا می اومدم بیرون، حتی همون شبی که اومدم بیرون من پول رو گرفتم دیگه، از اون شخصیتم استحاله شدم. اومدم دیدم همون سبزیانم، همون فردی که دیگه مستصل یه مقدار پول تو جیبی حتی که میخواد بگیره برای خودش که بریم خونم اون سرای افسری اون 24 کیلومتر خاورا که منزلمونه، تا اونجا بریم یه دونه پفک من بخوام بخرم. مثلا بچه‌م مونده بودم که چجوری پول درارم. اینه که میدم باز همون فرد فقیری هستم و همون فردی که هستم که در طبقه خودم قرار دارم. برمیگشتم به طبقه خودم. باز این بود که شب میخوابیدم، دوباره صبح که میشد میخواستم برم اونجا بر اونها نقش بازی کنم، برام مشکل بود، سخت بود برام خیلی. اما با این حال با علاقه‌ای که داشتم به این مسئله و از طرف دیگه مضاف بر این که اینها به من احترامم میگذاشتن و کمک من میکردن از معنوی، این بود که من خودم مشوق شدم من کارم رو به طرز احسن انجام میدم و طوری اصلا من خودم احساس میکنم مثلا یک کارگردانم، کاملا در نقش اون هستم، دارم بازی میکنم. اصلا هیچ دیگه احساسی که بکنم که بگم که من خود نیستم اون کارگردان نبود. دقیقا من همون بودم. بعد بازی که من میکردم اینها میومدیم از اونجا، از اون قسمت که دور میشدم به طرف خونم که میومدم دیگه کاملا جدا میشدم اون شخصیت. این حالت میشه. خب این پول رو میگرفتی کمک میکرد به اینکه شبم کارگردان بمونی؟ میداد. خب یک کارگردان بی پول که نمیشه.
یه کارگردان بی پول نمیشه. کارگردان پول اقلا یه کارگردان نمیتونه درمونده باشه باید یه پفک خونه بخره واسه بچه‌ش. یه کارگردان نمیتونه که شب خونه میره، شب میخوابه، صبح پا میشه برای خوراک پنیره که تو خونمون باشه ما بمونیم درمونده باشیم که بگیم چجوری ما جور کنیم. این با سخت میشه. دور فردا خواستیم بازی کنیم برای مشکل بود، اما در جای دیگه میدیدم این احترام می‌داشتن و اونها باور اونها این خودش اعتماد به نفس میداد. یعنی باور این که من واقعا یک کارگردان هستم، اون به من خودم اعتماد به نفس میداد و من دیگه احساس می‌کردم. می‌خواستی به داد اعتماد به نفس پیدا کردی ها؟ منظور اون که داد بله اعتماد به نفس پیدا کردم. من گفتم که این پول داد، پس این هم باور کردم که من واقعا یک کارگردانم. همچه حالتی. خب خیال نمی‌شید وقت پسش بدی؟ پس دادنشو بالا قصد ندم نداشتم. اون تا مرتب مونده بودم که چجوری در بیارم بهش بدم، چجوری درم بهش بدم. علاوه بر اینکه واقعا علاقه عجیبی هم داشتم که گفتم این چه علاقه‌ای داری، کاش که یه پولی بود ما واقعا خودم یه سری سرمایه داشتم باش می‌کردم یه بازی می‌کردم چه با احساسات اینم بازی نشه. اصل مطلب آقا میبخشید ایشون اصرار شدیدی روز پنجشنبه داشتن که دست جمعی خانواده جمع شید بریم سینما و این فیلم بایسیکل رانو با هم ببینیم و بعد بیایم روش بررسی کنیم که اون فیلم خانه عنکبوت که میخوایم بسازیم از اون استفاده کنیم، از مثلا فیلم نماهای فیلم. و خونه ما به سینما آزادی که تو خیابون عباس آباده نزدیکتره. ایشون اصرار میکردن که بریم سینما جمهوری در خیابان جمهوری که فاصلش خب به مراتب تا خونه ما بیشتره و دلیلش هم این بود که میگفتن در سینما جمهوری کمتر سانسور شده این فیلم، بریم اون فیلم رو اونجا ببینیم که کمتر سانسوری داره. و این خودش یکی از چیزایی که شک هممون رو برانگیخت همین بود که چه اصراریه که اولا هممون بریم در صورتی ما ماشین هم نداشتیم. هی میگفتن اشکال نداره من آژانس میگم بیاد، یا اینکه یه آشنای دیگه تو خونه ما بود اصرار میکرد تو بگو بابات ماشین بیاره بریم هممون. و خودشون هم میگفتن من با شما نمیام، جدا میام، چون که اگه من با شما بیام دم سینما طرفدارای منو میبینن، شما خانوادگی هستید ممکنه ایجاد اشکال کنه. خیلی خوب آقای سبزیان گوش کرد دیگه جریانو. چون غرض آمد هنر پوشیده ماند. بله؟ چون غرض آمد هنر پوشیده ماند. بله. من از این به آقای آهنخواه که سعی میکنه که واکس سرقت یا آدم نه اونایی که عرض کردن شما از جمالش نه تو پرونده مطرحیشون از دهنش چیز در اومد که ما احتمال ندیم بعداً مثلا سرقت. شما رو این موضوع پافشاری نکن زیاد، تو پرونده مطرح نیست. بله. شما یعنی آقای مخبلباف و دیگران که از دست شما شکایت کردن احتمال ندارن که شما باندی باشین توجه کردین و بخواید مثلا منزل ایشون را خالی بود. نه این قویاً تکذیب میکنم مثلا قویاً تکذیب برای اینکه مثلا اصرار داشتین که با هم سینما برین اینها که همه خانواده را از منزل بیرون بکنین و باندی باشین بیان مثلا وسایل منزل سرقت کنین. ایشون یه همچین احتمالی میدادن. پس شما همچین قصدی نداشتین. نه این اصلا تکذیب میکنم. ولی این موضوع که به نام آقای مخبلباف می‌خواستی سوء استفاده بکنی اینا قبول داری؟ بله. اینا قبول. ببخشید حاج آقا، همینطور که ایشون گفتن و شما هم تایید فرمودید قصد سرقتی ظاهراً در کار نبوده، اما قصد ایشون هم در مورد کاری که کردن یعنی جمع کردن همه خانواده و بردنشون به سینما روشن نیست. اگر ممکنه با اجازه دادگاه در این مورد یعنی مورد انگیزه این کار توضیح بدن. اون شب مهمترین انگیزه من این بود که اون فیلم اون شب ببینیم این بود که به اتفاق هم به دست جمعی بریم اونجا سینما و فیلم رو ببینیم و اینها بیشتر علاقه‌مند بشن هم به فیلم، همین که بیشتر به من به اصطلاح احترام بذارن به عنوان یک کارگردان، یک کارگردانی که واقعا درد جامعه رو میدونه، ناراحتی ها رو میدونه دقیقاً و خودش میاد با یه طبقه مثلا برخورد میکنه که در عین خودش هیچ فرق نمیکنه. خواستم بگم ذهنیتتون رو از بین ببرید. شما خیال نکن یه کارگردان کسیه که تافته یا جدا بافته است، نه، اونم از خودتونه.
اونم عین خودتون میمونه. یعنی این مشی کارگردانی که افتادگی داره و نزدیک با مردم، بهشون بقبولم که کارگردان به این شکل نزدیک با مردم که حتی سینمای سادهش که چیز هست با شما میاد. و اینجا به اینا من پیشنهاد کردم که قبول نکردن و گفتم که باشه ما خودمون میریم. اینجا بود که من بهش گفتم که پس شما برین، من زودتر شما میرسم. دست این نبود. من سوار مینیبوس شدم و رفتم اونجا. من گفتم که یه جوری من میرم که اینها نبینم. به حسب بلیطو من گرفتم و رفتم تو سینما که رفتم دیدم که اینها ایستادن دم لاپله روی تو پله های سمت راست ایستادن. من ندیدم. من رفتم بالا، بعد زدم نشونه. اون دوستش برگشت، من گفتم که من خیلی وقت اینجا. گفت ما اینجا از اون مختل وایسیم، شما رو ندیدیم، شما چه جوری اومدی؟ گفتم من به شما گفتم من قبلا اینجا هستم، من نمیخوام به طور ناشناس بیام اینجا، کسی نشناسه، چون بشناسم ما رو به هر صورت میخوان امضا بگیرن، اذیت کنن، امضا میگیرن، صحبت بخوام بکنن. من میخواستم بگم که این نیست. من پنهانم میام، دوست دارم مستاق مثلا همیشه باشم. در اینکه تصادفاً میدیدت و حقیقتا اشتباه میگیری و ازت امضا میخواست، چه حسی پیدا میکردی؟ اگر جلوی اون در ورودی سینما بود که سعی میکردم یه جوری که خودم نشون ندم، اما خب احساس میکردم که دیگه قضیه لو رفت. اون نمیرفتی که خونه‌شون رو پیدا بکنی، یه چند روزی هم مخمل باف اونا باشی؟ بله. میکرده. شما از اون موقعی که با ایشون آشنا شدین تا اون موقعی که ایشون دستگیر شد چه مدت طول کشید؟ بله، ایشون روز سه‌شنبه که میخواستیم ما جدا بشیم برگشت به من گفتش که من از تو خوشم اومده و دوست دارم که تو رو قهرمان داستانم بکنم، فیلمی که قراره بسازم و به خاطر همین بازم سر میزنم بهت. روز پنجشنبه ظهر منتظر من باشید، من میام. نهار من با آبگوشت سر میکنم. آبگوشت غذای مورد علاقه منه. چند روز طول کشید از اون موقعی که شما با ایشون آشنا شدید تا اون موقعی که ایشون دستگیر شد و علت دستگیری ایشون شما بگید؟ بله، سه‌شنبه اولین روز بود، پنجشنبه روز بعدی بود و شنبه روز آخر بود. علت دستگیری ایشون چی بود؟ ایشون شما مشکوک شدین یا اینکه علت دیگه؟ بله، خانواده مشکوک شدن. پدر من که از اولش مشکوک بود به قضیه و روی شکی که کرده بودیم با آقای محسنی، پدرم تماس گرفت. با آقای محسنی هم که صحبت کرد پدرم، ایشون همین مشخصات رو داد. آقای محسنی، شما در جریان همه امور هستید. خودتون میدونید که از روز اول من موضوع رو اونطوری که هستش و پیش میاد پیش بینی کرده بودم. اون تو مهرداد بود که روی مسئله اصرار داشت و میگفت که شاید خود آقای مخمل باف باشه. خوشبختانه دیروز اتفاقی افتاد که اونم دیگه 100% برش محرز شد که ایشون مخمل باف نیستش. دیروز صبح زود که آقای مخمل باف اومده بود و بچه ها اینجا داشتن تمرین میکردن، مهرداد از بیرون با یه روزنامه اومد تو. تا رسید مهرداد با صدای بلند گفت آقای مخمل باف تبریک. ولی اون آجواج مونده بود که برای چی بهش تبریک میگن، که البته گویا تو روزنامه نوشته بود که فیلم بایسکل ران در فستیوال ریمینی برنده جایزه شده بود. ایشون آجواج مونده بود، نمیدونست که چه جوابی بده، ولی خب با رنده خاصی که داشت گفت که فیلم من برنده نشده، اون موسیقی متن فیلمه که برنده شده. منظورش همون جشنواره فجر بودی که موسیقیش شاید مثلا برنده شده. به هر حال تمرین رو ادامه داد و مهرداد دیگه از این مسئله کاملا متوجه شد که ایشون مخمل باف نیستش. البته جناب آهنخواه بعضی موقع پیش میاد که این نوع خبرات دیرتر به گوش کارگردان برسه. ولی آخه نه، تو روزنامه نوشته بود که آقای مخمل باف هم جواب تشکر تلگرافی به اونا گفته بوده. به هر حال آقای مخمل باف خبر داشته که این تلگراف زده بود. این تمرین ادامه پیدا که عصرش که رفتن سینما، بعد از تموم شدن سینما آقای مخمل باف تمایل میکنن که شب بیان خونه ما بخوابن. به هر حال به ما افتخار دادن، تشریف آوردن اینجا شب تو خونه ما خوابیدن.
من صبح ساعت 5:30 بود که تو خواب بودم یا بیدار شدم دیدم صدای مهرداد و آقای مخملباف میاد که مخملباف میخواست از خونه ما بره و میخواست بره کوه. مهرداد با اینکه اطمینان داشت که این بره دیگه امکان داره دیگه بر نگرده، به هر حال باز برای اینکه سردش نشه کتشو داده بود، این تنش کرده بود رفت و ما احتمال داده بودیم که دیگه بر نگرده. ولی خوشبختانه یا بدبختانه یه نیم ساعت پیش از بیرون زنگ زد گفت که من میدون حسین آباد منتظر مهرداد هستم، مهرداد بیاد منو ببره خونه. که مهرداد رفته حالا اونو بیارد، شاید همین چند لحظه دیگه از راه برسه. به هر حال همونطور که خدمتتون عرض کردم این دوست من با اکثری هنرمندا از نزدیک آشنایی داشته و باشون مصاحبه کرده. امیدوارم این آقا هم همون آقای مخملباف باشه. میبخشید خواهش میکنم. سلام علیکم. بفهم شما ایشون. بفهم. خوب هستید؟ آقای محسنی دوست من. جناب آقای مخملباف. بله بله. بفهم میخواهش. شما خوبه؟ خوبی شما؟ امیدوارم که دیشب بدخواب نشده باشه آقای مخملباف. چرا؟ بد خوابیدین؟ دیشب نخوابیدم اصلا. خب من متاسفم که تو خونه ما شما یه شب خوابیدید و من بدخواب شد. نه خب طبیعیه، اگر کسی جای کسی دیگه بخوابه بدخواب میشه. ولی در سلام کجا که شهادت سرای اوست. خیلی ممنون. درویش من که درویش نیستم. چرا؟ ظاهرتون نشون میده که درویش هست. ظاهر میتونه گول زننده باشه. آقای من با نهار میل کردید؟ من تو راست صبحونه خوردم جای شما خالی، صبحونه مفصلی خوردم. میل ندارم اون تا دوست دارم که غذا رو همچین دور هم میخوردم، همچین بهتر بود. خب معمولا روزهای تعطیلی بچه‌ها زود دیر بلند میشن. بله. نهار رو دیگه با صبحانه میخورم. شما اگر میل داری من میتونم تخم مرغ بفرستم. نه خب منظورم اینه اگه دور هم بودیم بهتر بود. حالا من میل ندارم. به هر حال آقای مخملباف چه درویش باشید چه نباشید ما امروز غیر از تخم مرغ چیزی نداریم. اجازه می‌فرمایید چند تا تخم مرغ نمرو کنم. بیشتر یا مرتب شیرست. بس شما ندارم. خب آقای مخملباف مثل که شما از کوه خیلی خوشتون میاد. زیاد کوه تشریف میبرید؟ گهگاه میرم. صبحم اتفاقا من پنجره آل مهرداد یه نگاهی کردم، احساس کردم که کوه اون طبیعت با اون طبیعتی که داره خیلی به من نزدیکه. چون احساس کردم که اون نیاز داره انسان به که نزدیک بشه با طبیعت و برای نزدیکی به این اون رنگ ها، اون به اصطلاح زنگ هایی که دور دل انسان گرفته زدودش. گفتم که روی خوب از من چرا نهان است؟ گفتم که خود نهانی. یه خودی داره انسان که روی اون ناخودش محبوسه که خود نهانی، ورنه روح هم عیان است. تا اون روح بیاد این مسئله است دیگه. هر صورت اینه که نیاز پیدا کنم برم کوه یه مقدار چک کنم خودمون، تجدید نظر بشه ان شاء الله. اینه که طبیعت رو انسان میره آینه رو میبینه، خودش رو میبینه. خب شما که اینقدر طبیعت رو دوست دارید چه سعی نمی‌کنید خودتون طبیعی زندگی کنید؟ سلام. آقا مهرداد از این پذیرایی تو معلومه که آن آمادگیشو ندارین شما تمرین کنید. اینجوری نمیشه. شما هم نهارتون رو بخورید. چون من معطل کردم شما نهارتون رو بخورید. خب
آقای همکار چه چیز طبیعی غیر طبیعی در من دیدی شما؟ والا من منظوری که نداشتم، فقط میخواستم منظورم بیشتر روی این بود که خب جمعه هست امروز، مردم همه استراحت میکنن، شما باید امروز لاغل تعطیل میکردی. کار باشه من فکر کنم که جمعه و شنبه نداره، چون فرصت کار کردن من فکر کنم کم پیش میاد. بله خیلی کم پیش میاد. اینی که من حقانیت به کار میدم، به خاطر اینکه فرصت کار کردن دیگری به انسان میده. خود انسان میتونه تصمیم به استراحت بگیره. از امروز کاری به فردا ممان، چه دانی که فردا چه زاید زمان. من فکر نکنم تو 10 دقیقه انسان 10 دقیقه بعدش رو انسان بفهمه که چی پیش میاد. پس این فرصتی که به دست داده من فکر کنم باید مغتنم بشمارم، ازش با تمام جدیت و کمال استفاده ازش بکنم. پس حالا که پیشم اومده چرا استفاده نکنم؟ یعنی هر زمان انسان فرصت نداره که بگه چه روزی کار کنه چه روزی کار نکنه. حالا من بیام بگم که جمعه چیه، شنبه تعطیله، نمیدونم جمعه تعطیلیه، نه این چون کار هست و چون علاقه دارم حتما هم دنبالش رو میگیرم. جمعه شنبه هیچ معنی نداره. تمام شنبه‌هایی که من بیکار بودم میذاریم به حساب جمعه. ما کار نداشتیم، منتظر بودیم که کار پیش اومد و کار شروع کردیم. و بچه‌ها اگر این علاقه‌ای که روز اول نشون دادن اون علاقه‌شون کاملا نشون میدادن، من فکر کنم که میتونستم شبانه روز کار کنم، واقعا هم باشون کار میکردم. اما دیدم که یواش یواش کم رنگ میشه و علتش هم نمیدونستم کم رنگ شد، چون به خاطر همین بود که مثلا آقا مهداد فکر کنم دیگه یواش یواش اون بازی زیبایی که داشت دیگه ارائه نداد، اونها به خود من متاثر شد. چه از کنم؟ بعد نمیدونم چرا علت شد، اما اون روزای اول خوب شوف نشون میداد، خوب علاقه نشون میداد. اما اگه واقعا علاقهشون نشون میدادم من ادامه میدادم کارم، شبانه روزم کار میکردم، مسئله نیست اصلا. بله بله بفرمایید آقای فرازمند. ببخشید. سلام علیکم. شما خوبید؟ زحمت ما چطورید؟ خوبید شما؟ بی وقت مزاحمتون نشدم. نه اختیارات. سلام علیکم. حضورتون که هستم. حال شما آقای محسنی، حال شما خوبه؟ جناب آقای مخمل. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ بفرمایید. بفرمایید. حال شما خوبه آقای آهنخواه؟ حسنا باش. ببخشید که بی وقت مزاحمتون شدیم. آقای آهنخواه، یک مسئله خاصی رو من می‌خواستم خدمتتون بگم، یه چیزی بفرمایید. خدمتتون هست. آقا مهداد مثل که تمرین داریم ما. الان میام، شما نهارتون رو بخورید میام.
یه ضبط صوت مرداد یه ضبط برای آقای فراز کن. یه ضبط صوت آقای مرداد. یه ضبط صوت. نه این نه دستی نداره. نه ضبط صوت دستی نداره. از همسایه بین است که نبرینش بذارین نهارشو بخوریم. ببخشید. جناب فرماسون. بیاد سوال گرفت. شما این مرتبه اول دنبال دست رو این کار زدین یا سابقه هم دارید؟ والا اولین باره باشه. از که شنیدم بعضیا گفتن که شبیه مخمل با آها جاهای دیگه اون خودتون رو به صحبت میشد میگفتم من یه صحبت میشد که گهگاه بعضی جاها میگفتم بعد. خب حالا از کرده خودت پشیمون هستی یا نه؟ کاملا پشیمانم. من برام این مسئله نیست که شما هر چی بگین عدله، هر حکمی بدین برای من هیچ مسئله، اما من واقعا از این کار پشیمونم، چون معذرت میخوام اینو میگم جمله رو، کلاه احساساتشون رو برداشتم، ولی من نه قدم میرسه کلاهشون رو بردارم و نه اینکه با این انگیزه اون کارو کردم و پشیمان هستم. و این مدتم که زندان بودم، زندان برای انسان‌های خوبه، اما برای آدم‌های بده، چون انسان‌های خوب پند میگیرن و انسان‌های بد تجربه. این من پشیمون شدم الان. هیچ برام مسئله نیست که تا به حال زندان نرفته بودی؟ نه نرفتم. شغل اصلی چی بود؟ چاپخونه بودم. چاپخونه. بله خب اون وقت بفرمایید که علت این که منزل آقایون رو شما اتاق به اتاق بازدید می‌کردین قصدتون چی بود؟ من ادای یک کارگردان رو در می‌آوردم. ادای یک کارگردان رو در می‌آوردم. گفتم این پلان اینجا باید باشه، این دکور باید اینطوری باشه. این قسمت رو ما مثلا نه سابقا مگه توی نه فیلم برداری نه کار کردی؟ خوندم، فیلمنامه خوندم، مطالعات دارم در این زمینه. این قسمت باید اینطوری باشه، این دارون مثلا ایشون میدوه، بهش میگفتم مثلا صحنه‌ای که میدادم اینو بوده بیا اینها، یا بیرونم این از رو در میآوردم. همین که مثلا شما گفتید که درختای حیات باید قطع بشه، نمیدونم کجا بله؟ درختای چند تا درخت توی حیات بود شما گفتم دوربین اینجا اگه قرار بگیره به اون شکل مثلا باشه، این دوربین در موازی باشه، این امکان داره درخت‌ها مانع بشه و نما قشنگ جالب تو کادر نیفته. این شما اگر میتونین درخت ایشون گفتش که آقا ما درخت قطع می‌کنیم. نه درخت قطع نکن، گناه داره. ما سعی می‌کنیم که دوربین خود بگیم می‌ورتر فیلم نما قشنگ بیفته. ولی این پیشنهادی که بخوایم فیلم برداری بکنیم مثلا اونجا شما خودتون به خانواده یا آهن‌خواه پیشنهاد کردین، اونا پیشنهاد کردن که اینا هم استقبال نشون دادن به من. بله. وقت چیزی هم در نظر گرفته بودی که مثلا برای تهیه کردن این فیلم چقدر ازشون بگیری؟ تهیه کردن فیلمشو گفتم که اگر احتمال داره اگر بازی اگر بشه ان شاءالله درست بشه، می‌خواسته چیزی، یعنی این نیتم داشتم که اگر اینا همراهی می‌کردن یه پولی می‌ذاشتم به اتفاق هم، یعنی میگفت که من این پولو می‌ذارم شما واقعا اگه می‌خواید فیلم درست کنید به اتفاق هم بیاین بریم کمک کنید فیلم بسازید، من کارو می‌کردم و نمی‌دونستم کار به اینجا بکشه. خیلی آقا از کرده خودش پشیمونه. حالا از شوکات ما باز دو مرتبه تاکید می‌کنیم اگر چنانچه امکانی گذشت دارد براشون، البته جرم ایشون قابل گذشت نیست از نظر قانونی، ولی اگر چنانچه شوکات گذشت بکنن تخفیفی در مجازات متهم دادگاه میتونه بده. ببینید اگه ایشون از خودشون صداقت نشون میداد من حرفی نداشتم، ولی از حرفاشون من اینطور استنباط میکنم که نه، ایشون بازم داره همون نقش خودش رو ادامه میده، منتها توی به اصطلاح نقش جدید، یعنی به جای مخمل باف یه کسی که سعی میکنه خودش رو احساساتی جلوه بده.
من از آقای فرازمند خواهش میکنم اون مسائلی که قبلا مطرح کردن برای ما و تماسایی که با ایشون گرفته شده اونا رو بگن و ببینیم ایشون جوابشون چیه. آقای فرازمند به عنوان مطلع بله؟ من به عنوان مطلع بله در این قضیه سعی بودم. شما اون مقاله‌ای که نوشتین تحت چه عنوانی بود؟ ماجرای دستگیری بدل مخمل باف. بدل مخمل باف. این که چاپ شد تماسا با من برقرار شد به طور مکرر از بیرون از سازمان. خانومی بود که زنگ زده بود اظهار گله و شکایت حتی گریه افتاد که شخصی به نام مخمل باف با من کارهایی کرده که و به من قولهایی داده، قول ازدواج حتی داده و قرار شده منو ببره تو فیلمهاش بازی کنه، من قهرمان فیلمهاش بشم و این کجاست، من میخوام اینو مثلا ببینم از نزدیک، میخوام تحویل مثلا مقامات قانونیش بدم از این حرفا. ولی هر چی اصرار میکردم که شما تشریف بیارید دفتر مجله یا بیاید اینجا یا آدرسی بدید، تلفنی بدید که من بدونم شما راست میگید یا شخصیتتون واقعیت داره که این حرفاتون واقعیت داره، من ایشونو به شما معرفی میکنم. بعد از چاپخونه زنگ زدن که حاضر نشدن هویت خودشونو به من بگن، گفتن یک کارهای خلافی هم اینجا کرده، یک کارهای مثلا در حالت مثلا تحویل کالا، تحویل کاغذ، این کارا رو بعد میکرده، تحویل گرفته، پولش تحویل گرفته و نده، همچین مواردی. خیلی آقای سبزی در رابطه با جمله‌ای که ایشون گفت، یکیش مسئله خانومی که میاد که شما زنم که نداری اینا بعد ازدواج شده بشه اون اخلاق بله اینه که من قویاً تکذیب میکنم و حاضرم روبرو کنیم، مسئله نیست. شکر روز پخش من کار میکردم، به نمره ویزیتور کار میکردم، یه خود از این به اصطلاح صابونی چیزهایی که مواد غذایی اینا برمی داشتم تو همین کیفم میریختم، میرفتم برای بازاریابیش. ما اتفاقا همون روز که اینجا بود، چون به خاطر پول کم داشتم حتی ظهر هم من غذا نخورده بودم، گرسنه بودیم، تا شب شد. شب من قرار برم خونه خالم که به این مسئله برخورد کردم. بعد به حسرت ما رفتیم برگشتیم، روز بعد که اومدم اون روز هم روزی که گرسنه بودم فقط گفتم امروز ما خب حالا ایشون که خانم خب باور کرده که ما مخمل بافیم، نهار ما میریم اونجا میخورم، یعنی به عنوانی که نهار برم اونجا. من حسرت حالا مسئله هم دیگه هم هست که برای من حائز اهمیتی اینه که من خودم حتی دفتری یادداشت کردم که به روز آخر بود، همون روزی که من دستگیر میشم که زیرش یه خط یه مقدار آدرس خونه آقای آهنخواه بود، بقیهش نوشتم که کی حس کردی که ممکنه آخرین تراژدی آخر، یعنی گفتم پایان یک تراژدی. من این رو خودم حس کردم و اینو گفتم و اینو نوشتم، اینو تو نوشتم، اینم پاسکام 100% خوندم، پاسکای ازغل اونجا خوندن اینو، گفتم من امروز به احتمال 100% دستگیر میشم به دلیل اینکه اون پولی که گرفتم و یک شب اونجا با آقای چیز خوابیده بودم دستگیر میشم، اما با این حال میرم اونجا و میرم اونجا چون کارم دوست دارم، دوست داشتم باز دوباره همون در نقش آقای مخمل باف باشم، همون احترامایی که من میذاشتم بگذارم، احترام من بذارم و همون نیاز مادی که آخر سر امکان داشت من بدم، باز من از روحی خود افت میکردم بود و کشیدشم به این مسئله. همون روز من رفتم، اتفاقا ایشون سوار موتور که شدم، از اونجا که اومدم من کاملا فهمیدم و رفتیم دیگه، رسیدیم به منزل، رسیدیم با علم به این که میدونستم دستگیر میشم و فقط 20% چون تلفن کردم 20% احتمال دادم که دستگیر نشم. 20% بخاطر اینکه تو تلفن آقا مهرزاد به من گفتش که البته ایشون خودشون اینجا به من گفتن که شما من میدون حسین آباد میمونی من بیام اونجا یا نمیمونی؟ گفتم نه من میمونم اونجا، میام هستم اونجا، شما تشریف بیارید اینجا به اتفاق هم برید. که اومد تعجب کرد و به هر صورت ما اومدیم. اما اینی که من دستگیر میشم این رو میدونستم که دستگیر میشم و خودم هم رفتم کاغذشو، یعنی پاسکو ازگل اگر چون کیف من رو گرفتن اونجا باز کردم و خوندن، حتما این که مینوتم خوندن کاغذ الان کجاست؟ و خودم کاغذ متاسفانه پاره کردم، آدرس آهنخواه پاره کردم و گفتم مسئله‌ای که گذشته تو اینجا. بله. از کی فکر کردی که اونا تشخیص دادن که مخمل باف نیستی؟ از روز چندم؟ همون روز آخر بود و اون شب من اونجا بودم و دیدم که عکس آقای مخمل باف تو عروسی خوبانش رو، همون قسمتی که خانم رویان نهالی در این دست کشیدن رو قسمت
کف خونه بوده، اتفاق خود آقا محمد دیدم مجله رو اینها قبل از اینکه من بیام من احساس کردم که اینها دارن دنبال فیلم میگردن، مجله فیلم میگشتن که تصویر عکسیشو گیر بیارن و به من بدن ببینم من عکس العمل من در مقابل این عکس چیه. اینها چیزو در آوردن و فیلم در آوردن بعد گفتن که آقا محمد این جوونیاتون شما یه مقدار جوان‌تر بودین، مثل اینکه قشنگ‌تر بود. من نگاه کردم گفتم خب اصلا جوان بودی، مسئله نیست. خیلی زود ازش گذشتم و اون احساس رو من کردم که اینها یک مقدار فهمیدن، اما دیدم که این اطمینان به خودم دادم که گفتم نه، هنوز هم اینها متوجه نشدن، که من خود به اصطلاح مخمل تا کی می‌خواستی ادامه بدیم بازی رو؟ ادامه بازی تا زمانی که اونا آمادگی داشتن. ایشون روز پنجشنبه که خونه ما بودش موهاش سفید بود، جوگندمی بود جلوی موهاش. وقتی من عکس ایشون از مجله فیلم پیدا کردم دیدم اصلا سیاه نیست موهاش. ایشون بدون اینکه حرفی من بزنم گفت اون مال دوران جوانیمه. اون موقع موهام سیاه بود و پرپشت بود، الان خب موهام کمپشت شده و سفید شد. این گذشت روز شنبه که دوباره اومد ایشون موهاش رنگ کرده بود. خب در این مورد توضیح بدن ایشون. شما از کنم من قبل از اینکه اینجا بیام و مادرم حضور داره دامادون و قبل از که اینجا بیام، قبل از که اصلا این مسئله پیش بیاد، من منظرمون خودم موهام رنگ کردم صرفا، چون گفتم یه خود جوون بشم. جوونی که همین فقط اینه که رنگ اون موقع من کردم، از زمانی به اون زمان میگذاره. این نیست که من بخوام بخاطر اینکه اینجوری بشه بیام. شما بفرمایید ازدواج کرده؟ بله. در حال حاضر زن و بچه دارید؟ متارکه کردم. چرا برای چی؟ بیکار بودم، فقر. بچه هم داری؟ بله. چند تا؟ 2 تا دارم. کجان بچه ها دارم؟ یکی پیش مادرش، یکی پیش خودم. پیش خودت؟ من پیش خودت هست کی پرستارش می‌کنی؟ مادرم فقط. مادر. کجا مادرتون؟ شما طرفای مامازنه. نه الان اومدن تو این جلسه. کجاست؟ همین الان. چادرمیش خانم شما مادر آقای حسین سبزیان هستین؟ بله. شما اطلاع دارین که ایشون برای چی خانمش طلاق داد؟ بله. برای چی طلاق داد؟ برای اینه که این کارشون شابخونه است. یه چند وقت بیکارن، یه چند وقت کار میکنن اینها. ما یه منزل کوچیکی داریم. یه دختری براش گرفتم، یه اتاق بهش دادم، پلو من زندگی میکردم. 7 سال زندگی میکردن خیلی خوب. بعدن دختره خودش میگفتش که این منزل به اصطلاح فقیرونه شما، من عاقبتم مثلا خوب نیست، نمیخوام زندگی کنم. اینم به راه اسلامی و اینا گفت خب این که تو خونه من ناراحته، خیلی خوب رفت جداش کرد. قرار گذاشتن خودشون که یه بچه رو نگرده، یه بچه رو من. اومده پلو من، یه وقت کار میکنه، چه 50 تومن میده، زندگی میکنیم با همه ما رو میشناسن. یه بچه خیلی خوبیه و نه سابقه داره اصلا هیچی. خب چرا این مدت که ایشون زندان بود نیومدین آزادش بکنید؟ برای آزادیش که خب رفتم پیش آقای سرهنگ، خودم رفتم. هی گفتم منو ببریم پیش آقا که رضایت بگیرم اینا. گفتن ما میریم، شما این همه را نمیخوای بری. و هر موقع که ناراحت میشم تو خود زندان معمولا برعکس حتی نص سریع قرآن که میگه که الا به ذکر الله تطمئن القلوب، ذکر خداست که آرام بخش هست و قلب انسان تسکین پیدا میکنه. من میبینم که دردهای من رو که میخوام فریاد بزنم، بگم، اون چیزهایی که دارم در درونم هست، اون چیزهایی که تجربه کردم، اون ناراحتی هایی که دارم، همه این دردها که مخاطبی ندارم، میبینم یک شخصیت خوب این رو میاد این دردهای من، معضلات رو به بیان تصویری میکشه و به فیلم نشون میده و فیلمشو باعث میشه من بارها برم ببینم که دارن اقلا چهره های کریر شرطمندان و آنچنانی، کسانی که روی انسان ها معامله میکنن اما توجه به نیازهای ساده شونه که همون نیاز مادی باشه به هر صورتش باشه ندارن. اینی که من مجبور شدم که
به این کتاب پناه میبرم. من تو میبینم میخونم کتاب رو و آرامش میگیره، اصلا دلم آرام میگیره. میبینم صحبتای من، حرفی که من میخوام بزنم اینجا گفتم برای من. خب حالا فکر میکنی که به عنوان یک بازیگر توانایی بیشتر داری برای بازی یا به عنوان یک فیلمساز؟ حالا که توی نقش یک فیلمساز رفتی. من جسارت نمیکنم، اما علاقه به بازیگری بیشتر دارم. دوست دارم که بازی بشه، منتها اون تجربه هایی که خودم دارم، اون محرومیت هایی که خودم چشیدم، با پوست و گوشت و خونم لمس کردم، احساس کردم، همه اینها رو میتونم دقیقا هم در ذهنم دارم، هم میتونم بکنم بازیشو بکنم. خب الان فکر نمی‌کنی به عنوان یه بازیگر جلوی دوربین نشستی؟ داری چی کار میکنی الان؟ الان دارم دردمو میگم. بازیگر نه، بازی نمیکنم، دارم حرفمو میزنم. بازی نیست. من فکر کنم که هنر اون تجربه است که انسان در درون خودش حس کرده، تجربه رو اگه بتونه پرورشش بده. این دقیقا نظر خود تولستوی که میگه هنر تجربه احساس شده‌ای که هنرمند در خودش پرورش میده و این رو به مخاطب هنر انتقال میده. و من معتقدم که اون احساسایی که تجربه کردم من، احساسای مثبت و اون محرومیت‌هایی که کشیدم، اون ناراحتی‌هایی که داشتم و اون علاقه‌ای که به بازیگری داشتم، اینها رو تجربه کنم، هم بازی رو میتونم خوب بازی بکنم و هم میتونم واقعیت‌های درونیم رو انتقال بدم. پس چرا یک بازیگر رو انتخاب نکردی که نقش بازیگر رو انتخاب کنی؟ یک فیلمساز انتخاب کردی؟ چون به اصطلاح فیلمساز رو انتخاب کردم، خود در نقش فیلمساز هم در آمدن یک بازیه. من فکر کنم بازی کردم اونجا. بازی کردی. حالا چه نقشی دوست داری بازی کنی؟ نقش خودم. چون به نقش خود رسیدی دیگه، نه؟ خیلی خوب آقای سبزیان، شکایتی شنیدی، خوددام تا اندازه اقرار کردی. برای آخرین دفاع هر دفاعی داری بیان کن. من از خانواده آقای آهنخواه، خانواده محترمشون، میخوام منو حلال کنن، ببخشن. حلال اخروی و دنیایی حق خودشونه، میتونن ببخشن، میتونن حقشونو بگیرن. و دادگاه تقاضای عفو میکنم اگر بود. تعهد بدی که دیگه چنین کارایی را تکرار نکنی. بله تعهد. خیلی خوب، با توجه به این که ایشون تو رو خدا رضایت از این. خیلی خوب بفرمایید. الان من ساداتم هستم. تو رو خدا من کردم فاطمه زهرا تو قرآن. من فاطمه زهرا الان با توجه به این که ایشون جوونه و دارای 2 فرزند بدون مادر، اینطور که خودش اعتراف کرد و اقرار کرد و سابقه کیفری هم نداشته تا به حال و تعهد هم میده که دیگه از این اشتباهات نکنه، از شکایت محترم تقاضا میکنیم که اگر امکان دارد براشون از شکایتشون صرف نظر بکنن و البته عرض کردم از نظر دادگاه قابل گذشت نیست، ولی شکایت شکایت تخفیفی در مجازات متهم ایجاد میکنه اگه ممکنه گذشت بکنن. منم شخصا به این امید که آقای سبزیان در آینده فرد مفیدی برای اجتماع باشند و با توجه به اینکه از کرده خودشون پشیمان هستن، اگر پسرم مهرداد از حق خودش بگذره، من از شکایتم صرف نظر میکنم. والا من ایشون رو معلول میدونم. علت چیز دیگه ایه که فکر نمی‌کنم اینجا جاش باشه برای مطرح کردن. همه میدونن علتش نابسامانی‌های اجتماعیه. همین خلاصه رو من بگم. و بیکار بودن ایشون که بیکاری ام الفساده. و فکر می‌کنم اگر ایشون بعد از آزادیش کار شرافتمندانه براش باشه که بتونه از اون طریق ابرار معاش بکنه، به راه راست هم میاد. اینو مطمئنم من از ایشون و رضایت میدم. هیچ شکایتی ندارم از ایشون.
گمش کرد. ولی که سر جاش بود اصلا کجا قرار بود وایسه؟ به هر حال نمیبینم. بد کنم؟ نه اصلا نمیشه این تکرارش کرد که. من میبینم پشت تاکسی داره موتورش مسکی میبنده. آها دیدمش. دیدی؟ بله. آقا صدا قطع شد. چه؟ صدا قطع شد. یعنی چی؟ یعنی چه قطع شد؟ یا از فیشه یا از میکروفون گردنی آقای مخمل باب. وسایل مستعمل دیگه. سیمش از داخل قطع بس میکنه. سال 52 داره کار میکنه دیگه. 3 دومه. درست. همینجوری بخواد قطع بس بشی؟ الان اینطوریه دیگه. آقای سبزیان هستی؟ خب شما چرا گریه نکن؟ ببینن نکن این کارو. کی اومدی بیرون؟ کی اومدی بیرون؟ ببینم من ببینمت. خدا سپاس گذاری کنم. کی اومدی بیرون؟ کی اومدی بیرون؟ ببینمت من ببینمت. بریم اینجا بیا اینجا. خب الان حالت خوبه؟ ها میخوای بری کجا؟ من میرسونم. دیده بودی منو قبلا؟ تو فیلم کدوم فیلم؟ عروسی خوبان. حالا مخمل بافی بهتر یا حسین سبزیانی؟ مرد حسابی من خودم از مخمل بزنم برم موتور بیارم. بگیری این دست چند وقت زندان چرا این اون لحظه اون لحظه که زنه رو تا مینی بوس دیدی؟ نه نه من این رو رسیدم بهش یکی از به قول شما واقعا خیلی ارزشش برخورد. الان دیگه من اصلا فهمیدم چیه. یعنی چی؟ ببینم اون لحظه که راجب این ارزشش برخورد. الان فکر کنم میره رول میخواد برو ببین چقدر داری پولت ببین پولت ببین بیا من بدم کم داری چی؟ تو زرد برد حسابی یه رنگ دیگه بگیر اون قرمه قرمه جات خوبه
سلام علیکم. من حسین سبزیانم. سبزیان. مخمل باف. ببخشید مخمل باف هستم، محسن مخمل باف. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ چنده محسن؟ ها؟ دفعه اول اومدی چند وقت پیش بود؟ سلام علیکم. سلام علیکم. قربان شما خوبه؟ زنده باشید. خیلی ممنون. آقای سبزیان که حلال کن. آقای سبزیان اون آقای سبزیان نیست. انشالله که شما ایشونو با یه چشم دیگه نگاه کنیم. انشالله خوب بشن و باعث افتخار ما بشن بعد از این.